معدن سرب که برای این تو تخت جمشید استفاده کردن در 2500 سال پیش. معدن. آها. باید دورش خالی باشه چون سرب سمیه. آفرین. این محوطه باز میخواد. تو طبیعت هم وقتی که داره تجزیه میشه تبدیل به چه چیزایی میشه؟ سرب. اشعه‌ای که میده کدوم اشعه هست؟ شیمیاتون رو خوب بخونید. شبکه 4 هم نگاه کنید بعضی. نه؟ همش من تو همش. بوانات. خب ما در هر ایدئولوژی، در هر تمدن، در هر دینی، در هر اعتقادی داریم که از یک سری از پلکان‌ها که بگذرید، به قول اروپایی ها به یک یوتوپیا، به قول عرب ها به یک مدینه فاضله، به قول ایرانی ها به یک ناکجا آباد میرسید، یک آرمان شهر، جایی که درون اون صلح و امنیت و آرامش باید متبلور باشه. اما بر شهر ما ایرانی ها جرزهای ورودیش حمل میشد بر کمر دو نره گاو که درگاه روبرو سر انسان یک نره گاو و بال و عقاب هست. آقا آیا هخامنشیان دچار خلل زیباشناسی در 2500 سال پیش نشدند که نتونستند تشخیص بدن این تصویر خیلی زیباتره تو دروازه که روبرو نسبت به یک گاو بیرو؟ چرا اونو این برقرار ندادن؟ هی تعریف کردی ازشون، دیدی زایه شد اینجوری؟ ما برای پیدا کردن این امر که چرا این اختلاف حاصل شده به بندهشت مراجعه میکنیم. در بندهشت اعلام میشه که ایرانی ها معتقد بودند اولین آفریده خداوند بر روی زمین گاو هست و از کشته شدن گاو مقدس در تفکر 11000 ساله میترائیسم ایرانی میگه که گاو توسط میترا کشته شد، گاو مقدس. اما در تفکر زرتشتی ایرانی اعلام میشه که گاو مقدس آفریده شده توسط اهورامزدا توسط اهریمن کشته شده. با کشته شدن این گاو در طبیعت 57 عنصر نشر پیدا میکنه. مثلا از مو و دم گاو مقدس اولیه گیاه ریواس و از ریواس مشی و مشیانه آدم و حوای ایرانی ایجاد میشه. اما از نری گاو مقدس اولیه اولین مرد متولد میشه که ایرانی ها به مرد متولد شده از گاو مقدس اولیه گفتن گاو مرتا، گیو مرتا، کیو مرتا، کیو مرس، که تو شاهنامه اینو تاکید میکنه. پس یه بار دیگه به نقش ها نگاه میکنیم. اولین آفریده خداوند، دوم مرد متولد شده از اولین آفریده. پس چیزی که تو تخت جمشید داره حاصل میشه، نوعی که باید بررسی بشه اینه، نه از حیث زیباشناسی در ابتداست. ابتدا از حیث ایدئولوژیک باید تخت جمشید بررسی بشه، دوم از حیث زیباشناسی. اما هر قسمتی که توسط فردی در 2500 سال پیش ساخته میشد یک سند مالکیت اونجا قرار میدادن که نشون بده اون قسمت توسط چه کسی و به چه نیتی ساخته شده. دیدین مدرسه میسازن تو اون در ورودش میذارن حاجی فلانی اینو ساخته به بچه نیت تصادف بچه‌اش تو گردنی فلان تصادف کرد. حالا بریم سند مالکیت اینجا رو ببینیم.